بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، در درس چهارم قسمت سومش با اسم الرحمن الله سبحانه و تعالی چه قسم زندگی بکنیم. دوستای عزیز، شاگردای محترم، وقتی ما و شما خواندیم که الله سبحانه و تعالی الرحمن است و یکی از اسماء الحسنای الله سبحانه و تعالی الرحمن هست و این دلالت به چی میکرد؟ دلالت به این میکرد که الله سبحانه و تعالی ذات مهربان است. اینال ای در حقیقت برای ما و شما یک بشارت است که ما و شما خالقی داریم که او خالق ما بسیار مهربان است. یعنی یکی از صفاتش، یکی از اسماء و صفاتش الرحمن است و این رحمتش هم بسیار وسیع هست و عام هست و شامل حال تمام مخلوقاتش میشه. ببینیم که این ذات رحمان برای تمام مخلوقات خود، یعنی در دنیا تمامی نعمت ها را میده. حالا که فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی او تو ذات هست که کل از این نعمت ها را بر ما داده. اگر چشم داریم این نعمت است الله هست که بر ما داده. اگر عقل داریم این نعمت بزرگ الله سبحانه و تعالی هست که بر ما داده. اگر دست داریم، اگر پا داریم، اگر اکسیژن است، اگر آفتاب است، اگر مهتاب است، اگر کوه ها هست، اگر سیارات هست، اگر بحرها هست، اگر دریاها هست، تمام این نعمت های الله سبحانه و تعالی هست که عام است و وسیع هست و الله متعال بر ما و شما داده. الله سبحانه و تعالی بر ما و شما رزق و روزی داده هست. الله سبحانه و تعالی بر ما و شما علم و دانش داده هست. پس وقتی که فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی اقدر ذات مهربان هست که رحمت زی وسیع است و عام است و برای تمام مخلوقاتش است، باید از این نعمتهای الله با او ذات رابطه خود مستحکم بسازیم و همیشه زبان حمد و ثنا و صفت بر از او باز بکنیم و همیشه بر رحمت از او امیدوار باشیم و بفهمیم که الله سبحانه و تعالی این نعمتهای خود که خلق کرده، از این نعمتها استفاده بکنیم و شکر از این نعمتها را باید بکنیم. و اگر شکر نعمت تحزن کند، وقتی که ما و شما نعمتها را استفاده میکنیم و از این شکر میکنیم، الله این نعمتها را بر ما زیاد میکنه. و ما و شما این را هم فهمیدیم که این نعمتهای الله در دنیا برای تمام مخلوقاتش است. اگر چون الله رحمان است، اگر دیدیم یک کافر نعمتهای بسیار زیاد داره، موتر داره، خانه داره، مال داره، امکانات داره، پس میفهمیم که این رحمت الله هست که عام هست و نعمت خود برای هر کس، حتی برای دشمنای خود هم میده. میشه که دشمن روز توبه بکنه و اگر توبه نکرد، الله نعمتهای خود برش رسان، الله برش حقش داد، الله سبحانه و تعالی نعمتها را برش فرستاد، ولی این ناسپاسی میکنه. ولی ما مسلمان ها باید چی کنیم؟ به این نعمتها شکرگزار باشیم و خوشحال باشیم که الله متعال که ذات رحمان است این نعمتها را بر ما داده، در حالی که ما نخواستیم نعمت دست بر ما داده. وقتی که میبینیم سبحان الله، یعنی اگر انسان در وجود خود فکر میکنه، میبینه که چی نعمتهای نیست. اگر من گوش نمیداشتم، چقدر در زندگی با مشکلات بودم. شما یک کسی که نمیشنه و ببینین وضعیت زندگی چقدر سخت است، او یک درس است برای ما و شما. اگر یک کسی رو ببینید که چشم نداره، بر از او انشاءالله تعالی الله در آخرت این نعمت چشم میته، در صورت که با ایمان باشه. لکن برای ما و شما یک امتحان است. و ببینیم اگر تصور بکنیم چشم نمی داشتیم، چقدر سختی ها در زندگی ما می بود. قلب مثلا ما و شما ببینیم وقتی که الله سبحانه و تعالی این قلب بر ما داده و این قلب رایگان داده که اگر یک کسی رو ببینین که قلب از او از بین رفته، ببینین که پرسانش بکنین که به هزار دلار این مصرف کرده و هنوز هم تکلیف قلبی از این ادامه داره. او رو وقتی که میبینین توجه میکنین سبحان الله، الله چی نعمت خود برای ما داده. شما احیانا تصور بکنین یک انسان بسیار مالدار است، بسیار پولدار است، تکلیف قلبی داره، بسیار مشکلات داره، ولی ما و تو با هر حالتی که قرار داریم الله سبحانه و تعالی برای ما و شما قلب سالم نصیب کرده.
این نعمت الله هست. تصور بکنین اگر عقل نمی داشتیم در چی حالتی بودیم، یعنی مثل یه دیوانه می بودیم دیگه، و در سرای سرک می گشتیم و نه آبرود می داشتیم نه عزت می داشتیم. حتی شاید اطفال ما را سنگباران می کردن و می زدن و دیوانه گفته لباس درستان پوشیدن نمی دانستیم و ازدواج هم کردن نمی دانستیم و اولادم نمی داشتیم. ببین این نعمت عقل الله سبحانه و تعالی برای ما و شما داده. اینال شکر از این نعمت ها چه قسم میشه که با این ذات رحمان ما و شما زندگی بکنیم؟ شکر هر نعمت چه وقت ادا میشه؟ ما اگر میخوایم شکر نعمت دست خدا بکنم، این دست خدا باید مطابق احکام الله چی کنم؟ ایرا استعمال بکنم. وقتی که دست من مطابق احکام الله استعمال شد، بفهم که من شکر دست خود انجام دادیم. اگر مخالف حکم الله دستم استعمال شد، در حقیقت ما کفران از این نعمت کردیم و شکر از این نعمت انجام ندادیم. انگشت خدا، اگر ما مثلا در موبایل خود کار میکنیم، اگر در موبایل خود آیات قرآن، در سایه عقیده، اسماء الله الحسنا، فهم الدین، علوم درست، ساینس، تکنولوژی، مسائل را با انگشت خود از اینجا پیدا میکنیم که در اون منفعت خود ما هست، منفعت دنیا و آخرت ماست. ما همین انگشت خود مثبت استعمال کردیم و اگر ایرا مثلا به سایت های غلط میبریم، چیزهای غلط سیل میکنیم، در حقیقت ما شکر از این انگشت خدا نکردیم. این چی کردیم؟ غلط معرفی کردیم. شکر نعمتت افزون کند. چی مانا؟ یعنی اگر امین نعمت های الله را شکرش در دنیا بکنی، در آخرت هم الله متعال برد این نعمت ها را میده. و اگر این نعمت ها را در دنیا بی‌تفاوتی کردی و کفران کردی، کفر نعمت از صفت بیرون کند. از صف بیرون هستی کسایی که شکر از نگاه فکر. مثلا الله برای ما عقل داده، پس ما باید چه قسم فکر داشته باشم؟ فکری داشته باشم که اساس از اون از قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیرم. فکر ما فکر اسلامی باشه، فکر ایمانی باشه، فکر جهانی باشه و به این فکر باشم من خلیفه الله در زمین الله هستم. چیست وظیفه من؟ وظیفه من ای است که حکم الله را در زمین الله مطابق اوامر الله من چی کنم؟ من تطبیق بکنم. از افکار قوم پرستی، سم پرستی، زبان پرستی، این افکاری که شیطانی است از این دوری بکنم. به این شکل ما میتونیم با اسم الرحمن الله سبحانه و تعالی زندگی بکنیم. وقتی فهمیدیم که مثلا این نعمتهای الله سبحانه و تعالی بعض اوقات امین نعمت ها قطع میشه به اساس چی؟ به اساس گناه، به اساس بیدینی، به اساس کفر، به اساس شرک، به اساس ارتداد نعمت ها از انسان قطع میشه. پس در این صورت ما باید چی بکنیم؟ از شرک و از کفر و از ارتداد و از نواقص ایمان، از این چیزها تا که میتونیم دوری بکنیم، از اینا دوری بکنیم، از گناه های کبیره و صغیره تا که واسه ما میرسه دوری بکنیم و بسیار محتاط باشیم و قلب ما در بین خوف و رجا باشه تا بتانیم که مثلا به صفت رحمت الله سبحانه و تعالی و ای به این نعمت های الله سبحانه و تعالی زندگی بکنیم و مستحق از این نعمت ها شویم. و ایرم فهمیدیم که باز اینمین نعمت های الله، امین رحمت الله در آخرت خاص است برای کی؟ خاص است برای مؤمنین. پس اینجا باید در ایمان خود بسیار سعی و تلاش بکنیم، در عقیده توحید بسیار سعی و تلاش بکنیم، عقیده توحید بسیار درست بفهمیم، عقیده‌ای که در قرآن است و در سنت است از این بسیار استفاده بکنیم. چرا؟ حبیب ما و شما، دوست ما و شما، رسول الله صلی الله علیه و سلم، اللهم صل و سلم علی هذا النبی الکریم و علی آله و صحبه اجمعین، این دوست ما و شما برای ما و شما چی گفت؟ گفت ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. من بر شما چیزهایی را ترک کردم که اگر شما به او تمسک ببرزین هیچ وقت گمراه نمیشی. او چی هست ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ کتاب الله و سنت. یکی کتاب الله هست و دیگه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این کتاب الله که الله ای را حفظ کرده
و تا روز قیامتی را حفظ میکنه، عقیده صحیح توحیدی در قرآن عظیم شان است و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم که در طول 14-15 قرن علما زحمت کشیدن و احادیث صحیح را برای ما و شما چی کردن؟ جمع کردن. امام بخاری رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، امام مسلم رحمت الله علیه، امام نسائی، امام ابو داود، امام ابن ماجه، امام حاکم نیشابوری. سبحان الله، این محدثین گرامی الله از ما از اینا راضی باشه و الله متعال سر کل از اینا رحمت خدا بفرسته. ببینید که برای ما و شما احادیث صحیحه را با بسیار زحماتی که در زندگی خود کشیدن، این برای ما و شما آماده کردن که تا ما و شما از این احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده بکنیم. بناهن هر وقتی که از کتاب الله عقیده خدا میگیریم و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده و عمل و اخلاق و نظام و زندگی و حیات خدا از اینا میگیریم، در حقیقت ما و شما چی کردیم؟ شکر نعمتهای الله را ادا کردیم و هرگز رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوى، حبیب الله هست، از دل خود گپ نمیزنم، برش وحی میگه چی میگه؟ لن تضلوا ابدا، ابدا شما گمراه نمیشید. اما اگر رفتی فلسفه را خواندی و کتابای فیلسوفا را خواندی و به افکار فلسفی که یکیش عقلگرا هست، یکیش حسگرا هست، یکیش قلبگرا هست، یکیش علمگرا هست، یکیش علم العیاذ بالله خدای خود جور کرده، یکیش عقل خدای خود جور کرده، یکی حس خدا و مادیات العیاذ بالله معبود خود جور کرده. اینی مردم ها را وقتی که ببینی به هزارها راه های غلط و ظلمات و تاریکی ها هست، هدایت و روشنی در چی است؟ در کتاب الله هست. لن تضلوا ما تمسکتم بهما. این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ایناله وقتی با نام الرحمن الله زندگی میکنیم، الله متعال این نعمتهای خدا برای ما و شما در دنیا میده. بعضی اوقات امتحان میکنن، بعضی اوقات نعمت کم میسازن. ز حکمت گر ببندد دری، ز حکمت گر ببندد دری، بر رحمت گشاید در دیگری. اگر الله سبحانه و تعالی دروازه یک نعمت به خاطر حکمتی که داره سر ما بسته میکنه، دروازه های دیگی رحمت خدا الله سبحانه و تعالی برای ما باز میکنه. همیشه با صفت الرحمن الله سبحانه و تعالی به این قسم زندگی میکنیم و وقتی که فهمیدیم که الرحمن نعمت های خاص خدا در آخرت برای بنده های مؤمن و موحد خود میده، عقیده توحیدی رو بسیار کوشش میکنیم که یاد بگیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال درس لا اله الا الله، این لا اله الا الله رو برای صحابه درس توحید میداد. چرا؟ چون الله میگفت که فعلم انه لا اله الا الله، نیست هیچ معبودی به حقی که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. و اگر ما و شما با عقیده توحید مطابق احکام الله زندگی بکنیم و احکام الله را سر خود تطبیق بکنیم و در تطبیق احکام الله فریبکاری و چال نکنیم مثل علمای بنی اسرائیل و مثل جهلای نصرانی ها که اونا از جهل خود بر خود قانون می ساختن و دیگرها علمای یهود که بودن احبار، اینا با وجود که علم داشتن لکن به خاطر منافع دنیوی، به خاطر ای که مثلا درباری ها را راضی بسازن، به خاطر ازی که پول و مال مردم از جیبایشان بگیرن، حق باطل می ساختن، باطل حق می گفتن. به این شکل این قسم نکنیم. از غیر مغضوب علیهم که علمای یهود بودن که ضد شریعت الله کار میکردن و ضالین از اونمو پیرها و راهبای نصرانی ها، همیشه ما و شما در 5 وقت نماز خود از به الله دعا میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین غیر المغضوب علیهم، نه مغضوب علیهم که اینا این کسها بودن. پس ما و شما صادقانه با الله، مخلصانه با الله سبحانه و تعالی هر حکم الله را بالای خود اول تطبیق بکنیم و بر دیگر دوستا تبلیغ بکنیم و دیگرها را هم به
دعوت از او به عمل کردن به او دعوت بکنیم. به این شکل ان شاء الله تعالی ما میتونیم که از صفت رحمان الله سبحانه و تعالی به این شکل استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.